در شهر کیف فعالان یک عده حزب‌های سیاسی اوکراین در روبروی بینای پارلمانت این کشور گردی همایی تشکیل کرده انتخابات پیش از مهلت و تغییر قانون انتخابات را تقاضا نمودند. آنها همچنین طلب دارند که سیاستمداران متفقی پرزیدنت سابق این کشور ویکتور یانوکوویچ از وظیفه‌هایشان برکنار گردند. این اعتراض در حال جریان دارد که نیروهای اوکراین حملهشان بالای نیروهای جدایی‌خواهی رو با مسکو را توسعه می‌بخشند. در بلاروس حامی حقوق بشر اندری باندارنکا با جرم اوباشی با مدت 3 سال روانه زندان شد. به قول دادگاه او در 3 حادثه جداگانه مردم را مورد حمله قرار داده است. باندارنکا عیبنامه را قبول ندارد. او رهبر پلتفرم نوآوری گروه دیدبان حقوق بشر است که از حقوق زندانی‌های بلاروس حمایت می‌کند. در شمال پاکستان حزب دنیوی عوام ملی مراسم یادبود روز شهیدان را دایر نمود. سال 1948 حکومت پاکستان کم از 650 اعتراضگر بی‌سلاح را به هلاکت رسانیده است. در جمع آمد روز سه‌شنبه گردآمدگان ابراز داشتند که مبارزه آسایشته بهر ادامه اصلاحات در پاکستان را متوقف نخواهند کرد. در کابل کمیسیون مستقل ناظر انتخابات تاکید کرد که سیستم کامپیوتری تصفیه ورقه‌های انتخابات واقعی و قلبکی را فعال کرده است. با گفته سخنگوی این نهاد کامپیوتر بر پایه 20,000 معیار ورقه‌های واقعی را از قلبکی جدا خواهد کرد. داوطلب‌های کرسی انتخابات پرزیدنت افغانستان شکایت دارند که در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری تقلب وسیع جای داشت.